هواپیما وسیله نقلیه‌ای که در اوایل کوچیک و کم امکانات بود، اما به مرور زمان و پیشرفت صنعت هواپیماسازی امروزه میتونیم هواپیماهای بزرگ و غول‌پیکری رو ببینیم که قابلیت جابجایی تعداد مسافرین بالا رو بدون کوچکترین مشکل دارن. به همین دلیل توی این ویدیو میخوایم با 10 تا از بزرگترین هواپیماهای جهان آشنا بشیم. رتبه دهم، هواپیمای ایرباس A330. ایرباس A330 یکی از محصولات شرکت ایرباسه که از دست هواپیماهای غول‌پیکر و با ظرفیت بالاست. کاربرد این نوع هواپیماها در پروازهای بین‌المللی و مسافت‌های طولانیه و برای اولین بار در سال 1978 اولین اقدام برای طراحی این هواپیماها شروع شد. به طور معمول از این هواپیما برای مسیرهای طولانی استفاده میشه، زیرا با دارا بودن کابین‌های بسیار بی‌صدا و راحت شرایط مناسبی رو برای مسافرین خود فراهم میکنه. رتبه نهم تعلق میگیره به هواپیمای ایرباس A350. ایرباس A350 یه هواپیمای مسافربری غول‌پیکر و دو موتور است. کاربرد اصلی این هواپیما جابجایی تعداد زیادی مسافر در مسافت‌های بسیار طولانیه. طول این مدل هواپیما از دماغه تا دم 74.3 متره که بیشترین در همه هواپیمای ایرباس محسوب میشه. در تاریخ 5 فوریه 2014 شرکت هواپیمایی قطر اولین هواپیمای A350 رو در فرودگاه بین‌المللی حمد در دوحه تحویل گرفت تا اولین شرکت مالک و استفاده کننده این هواپیما باشه. رتبه هشتم مدل A340 ایرباسه. ایرباس A340 یه هواپیمای مسافربری غول‌پیکر و 4 موتور است که توسط شرکت ایرباس تولید شد. کاربرد اصلی این هواپیما در جابجایی شمار بالای مسافر در مسافت‌های طولانیه. A340 در 4 مدل 200، 300، 500 و 600 ارائه میشد. مدل 500 که دوربردترین مدل و توان جابجایی بیش از 313 مسافر در 3 کلاس برای مسیرهای بیش از 16668 کیلومتر داره. در ایران 2 شرکت هواپیمایی ماهان، هواپیمایی آسمان در نسخه مسافربری و دولت جمهوری اسلامی ایران نسخه تشریفاتی از این ایرباس A340 در ناوگان خود استفاده میکنه. رتبه هفتم بزرگترین هواپیمای جهان تعلق میگیره به بوئینگ 777. در طراحی و ساخت این هواپیما 8 شرکت هواپیمایی مطرح جهان به بوئینگ مشاوره میدادند. بوئینگ 777 ظرفیت ترابری 278 تا 550 نفر مسافر را داراست. از جمله ویژگی‌های ظاهری این هواپیما که به وسیله اون میتوان به راحتی 777 را شناسایی کرد، میتوان به عرابه های فرود آن که هر یک به 6 چرخ مجهز شدند، دنباله تیز آن و همچنین بدنه‌اش که مقطعی کاملا دایره‌ای دارد اشاره کرد. در حال حاضر شرکت امارات با داشتن 58 فروند بوئینگ 777 بزرگترین بهره بردار این نوع هواپیما در جهان به شمار میره. رتبه ششم هواپیمای C-17 گلومبستر 3 هستش. C-17 پس از لاکهید C-5 گالکسی که در ادامه بهش میپردازیم بزرگترین و مجهزترین هواپیمای باربری موجود در نیروی هوایی آمریکاست. این هواپیما توانایی رساندن انواع بار و نیروها رو با سرعت بالا به پایگاه‌های منطقه نبرد داره. این هواپیما در عین حال میتونه نیروهای تاکتیکی رو از جایی به جای دیگر جابجا کنه. دیگر ویژگی اون توانایی جابجایی مجروحان جنگی در شرایط سخته. این توانایی‌های متفاوت باعث افزایش قدرت ناوگان باربری نیروی هوایی آمریکا در سراسر جهان شده. طول این هواپیما حدود 174 فوت است و گستره بالهای اون در حدود 169.10 فوت. در سطح جهان بوئینگ حدود 277 فروند C-17 رو به برخی از کشورها تحویل داده.
رتبه پنجم آنتونوف AN-124. طراحی این هواپیما از اواخر دهه 70 میلادی شروع شد و نخستین پرواز اون در آوریل 1982 انجام شد. تا پیش از ساخت ایرباس A380 این هواپیما بزرگترین هواپیمای با تولید انبوه جهان به حساب می آمد. این هواپیما رکوردهای بسیاری را جابجا کرده که مهمترین آنها حمل محموله‌ای به وزن 171219 کیلوگرم در ارتفاع 10750 متر بوده. هواپیما از 4 موتور استفاده می کند. همچنین آنتونوف 124 اولین هواپیمای شوروی با پردازنده پرواز خودکار بود که می شود تمامی مراحل پرواز را به شکل خودکار انجام داد. رتبه چهارم هواپیمای بوئینگ 747. تولید بوئینگ 747 در زمان خود انقلابی بزرگ در صنعت هواپیمایی مسافربری به حساب می آمد و برای 40 سال بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان بود. بوئینگ 747 با 4 موتور و ساختاری 2 طبقه قابلیت جابجایی حداکثر 550 مسافر را داراست. اندیشه ساخت 747 توسط شرکت هواپیمایی بوئینگ در اواسط دهه 60 میلادی مطرح شد. امروزه بوئینگ 747 جایگاهی ویژه در نزد عموم مردم و مسافران پروازهای بین‌المللی پیدا کرده و بی‌دلیل نیست که به آن لقب ملکه آسمان‌ها داده‌اند. رتبه سوم تعلق می‌گیره به ایرباس A380. ایرباس A380 محصولی از شرکت ایرباس اروپا که در حال حاضر لقب لوکس‌ترین، گرانترین و بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان در سال 2018 را به خود اختصاص داده است. ایرباس A380 یک هواپیمای مسافربری 5 پیکر 4 موتوره و 2 طبقه ساخت شرکت ایرباس است. ایرباس A380 توانایی جابجایی تعداد زیادی مسافر دارد و کاربرد آن در سفرهای بین‌المللی و مسافت‌های طولانی است. تعداد صندلی آن در مدل استاندارد با 3 کلاس مسافربری بالغ بر 525 نفر است. در مدل‌هایی که تنها دارای 1 کلاس اقتصادی هستند، این ظرفیت تا 853 نفر قابل گسترش است. رتبه 2 لاکهید C5 که بزرگترین هواپیمای ترابری نظامی موجود در نیروی هوایی آمریکاست. این هواپیما به طور معمول توسط نیروهای ایالات متحده اداره می شود و در واقع یکی از بزرگترین هواپیماهای ترابری نظامی در جهان است. گالکسی با بالهای جدید رکوردهای جهانی پرواز مثل بیشترین وزن برخاستن با 920836 پوند را به دست آورده و در جنگ خلیج فارس با شرکت در عملیات طوفان صحرا از مجموع کل مأموریت‌های انجام شده ترابری استراتژیک را انجام داد. هواپیمای سوپر گالکسی برد قابل توجهی دارد. با 54 تن بار می‌تواند بیش از 9700 کیلومتر را طی کند. جالب است که این ترابری نظامی 150 تن سوخت را حمل می‌کند و قادر به حمل 2 دستگاه تانک M1 یا 6 فروند هلیکوپتر آپاچی یا 16 عدد کانتینر 3.4 تنی را داشته باشد. و اما رتبه اول که تعلق می‌گیرد به بزرگترین هواپیمای جهان که متاسفانه آخرین پرواز خود را در 5 فوریه 2022 انجام داد. آنتونوف 225 مریا یک هواپیمای باری ترابری طراحی شده توسط آنتونوف شوروی پیشین بود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تولید آن در اوکراین دنبال شده و در عین حال بزرگترین هواپیمای بال ثابت ساخته شده جهان بود. آنتونوف 225 دارای 6 موتور قدرتمند ساخت شرکت آنتونوف اوکراین است. آنتونوف 225 قابلیت حمل 1500 نفر نیرو را دارا می باشد که این در نوع خود بی‌نظیر می باشد. طول این هواپیمای غول‌پیکر 84 متر می باشد که با این طول می تواند بدنه یک بوئینگ 737 را در خود جای دهد. قابلیت دیگر این هواپیما حمل بار به صورت خارجی می باشد، یعنی می توان با قرار دادن قسمتی در روی بدنه هواپیما بارهای حجیم را نیز حمل نمود. از بارگیری های مهم این هواپیما بعد از بازسازی می توان به بارگیری یک واگن قطار همراه با ریل به وزن 109 تن، بارگیری ژنراتور و مولدهای برق نام برد. محل حمل بار این هواپیما
می تواند تنظیم فشار یا همون هوا شود، همانطور که شما می خواهید که این هواپیما را قادر می سازد تا قابلیت‌های حمل و نقلش را گسترش دهد.